وضع تاجیکستان در نخستین سالهای صاحب استقلالی در جمهوری قوه‌های سیاسی ظهور کردند که این دستاورد تاریخی را نادیده گرفتند. هدفهای خودخواهانه و غرضناک خود را از منفعت‌های ملی و دولتی بالاتر گذاشتند و تاجیکستان را به گرداب جنگ شهروندی کشیدند. عامل‌های این بی سر و سامانی‌ها محلگرایی و منصب تلاشی بود. این دو نیروی خانمانسوز در ابتدای سالهای 90 عصر 20 به اوج اعلا رسید. از این تنها خلق بیگناه در عذاب و شکنجه ماند. امروز خوشبخت‌ترین انسان‌هاییم که در محیط تنج و آرام و آبادی و پیشرفت زندگی می‌کنیم. ولی با این همه قسمتی گذشته را فراموش کردن دشوار است. ما در همین جای نشاط و فرحی جوانی را گم کردیم. همه بدبختی ملت تاجیک از میدان نشینی از همین جای سر زد. کسی به آینده این دولت و این ملت باور نداشت. ولی اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان امید برباد رفته را برگرداند. بخت آمد کرد و طاله ملت تاجیک بلندی. به وقتی این ملت جبری تاریخ کشیده اجلاسیه تاریخی شورای عالی جمهوری تاجیکستان و سروری تازه انتخاب دولت به همه بی سر و سامانی ها خاتمه بخشیده. اول باوری کرده اعتراف کرده وظیفه اساسی هر یک نشستگی در این تالار از آن عبارت است که پیش روی خود اجرا بگیریم. دیگرگونی‌های کلی، آبادی دیار اجدادی و خاطر شادی خرد و بزرگ و عموماً این همه روزهای خرم و با سعادت دولت و ملت را سرچشمه
اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان است. قصر ارباب که امروز با پنجه های بنیادکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان طرح و نمای زمانوی گرفته است، آثار از آغاز بنیاد دولت و هستی و اتحاد ملت می باشد. شانزدهم نوامبر سال 1992 آسمان تاجیکستان تازه استقلال غبار جنگ و مناقشه های داخلی داشت و دیدگان امید مردم اذیت کشیده این سرزمینی بیشتاسا به سوی قصر ارباب بود. قصری که ابتدای شاهکاری های بنیاد دولت نوین تاجیکان بوده، شخصیت را به سر قدرت آورده است که امروز تاجیک را معمول و مشهور دنیا گردانده است. اگر مقصد ما یک باشد امروز که پیش راه این خوریزی را گرفتن، التماس هستم به شما خواهش میکنم مایلش من گفتم باز تکرار رم شود میگویم که صلح و صلاح شود، تینجی امانی شود، خلق راهبر خود قهرمانی خود را میآورد. خلق در همین اجلاسیه قهرمانش را پیدا کرد، امام علی رحمان. نخستین حرف‌های امیدبخش امام علی رحمان: در خدمت مردم عزیزم قرار دارم و به کنستیتوسیا، پرچم و نشان دولت صادق خواهم ماند. آغاز اولین کار من از صلح سر می شود که مسئله داغ روز است. من طرفدار دولت دموکراتی و حقوق بنیادم. ما همه چون یار و برادر باشیم تا اینکه جمهوری را تینج نماییم.